سلام و صد تا درود، خوش اومدید به چنل ابرا ریاکت. آقا امروز قراره بتره کنیم. اومدیم با یه سری ویدیوهای هندی از سینمای هند. آقا من دست از سر این هندی ها ور نمیدارم، ولکنشون نیستم. درود به مرامت، درود به عظمتت، درود به بزرگیت. یه ویدیو هم ساخته بودم در مورد غذاهای خیابانی هندی، اونم کارتشو میذارم همین بالا، برید اونم نگاه کنید، بعد بیایید اینو ببینید. اگه تا حالا سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید که قرار کلی ویدیوهای باحال بسازیم. زنگوله بغلش هم فعال کن تا از گذاشتن ویدیوها و از دیدن ویدیوها جا نمونی. آقا بدون معطلی بریم شروع کنیم ببینیم این فیلم های باحالو که اصلا سینمای هند شعور مخاطب رو اصلا صفر حساب کرده، اصلا فکر میکنه مخاطب شعور نداره. آقا بریم ببینیم. ویدیوی اول رو ببین چی چی شد این؟ نفهمیدم چی شد. چیه؟ وایسا از اول نگاه کنیم این چی بود. انداخت اصلا گرفتنشو که هیچی. تو چجوری اینو پرتاب کردی؟ تو چجوری اینو با دهنت انداختی؟ اصلا یعنی چی؟ مگه میشه؟ چرا لبشو دوخت؟ با خلال دندون لبشو دوخت. جان ویک خره کی باشه؟ من جان ویک رو دیدم با مداد کرد تو گوشه طرف و کشت، ولی این دیگه با خلال دندون دیگه تهشه. اصلا شعور مخاطب صفر پیش شما داشت. خیلی اوضاع خیته. یعنی چی؟ مگه داریم؟ ببین لبشو. بریم ویدیو بعدی. What? ببین بای از اول صابون انداخت. قیافه شبیه خروسه، قیافه شبیه خروسه. مگه خروس ها پرواز میکردن؟ آقا اصلا یعنی چی؟ من که موندم. اصلا آقا چاقو رو در مقابل چاقو دفاع کرد که هیچی. مگه پرواز میکنن؟ مگه خروس و مرغ پرواز میکنن؟ وای خروس بروسلی بوده، فکر کنم این خروس بروسلی بوده. خروسلی بروسلی تعلیم داده. اصلا دمت گرم. خروس ها پرواز میکنن. ندیدم تا حالا خروس های من خروس داشتم پرواز نکرده. یعنی چی؟ برو خودتو شک کن داداش. این خروس کرکوپرم ریخت. من کرکوپرم ریخت. اصلا مگه میشه؟ مگه امکان داره؟ مگه آخه تا چه حدی بس یه چیزی بسازید باور کنیم دیگه. این اصلا مگه میشه؟ چاقو رو به سمتش انداخت. سرعت چاقو رو هیچی. بر فرض مثال چاقو وایساده، عینکش رو انداخت، از انعکاس عینکش دید با تیر چاقو رو زد. مگه میشه؟ مثلا مگه داریم؟ با فیلم های آمریکایی رو میگیم حداقل اینا ابر انسانن. آخه تو چی آخه؟ مگه داریم؟ با انعکاس
عینک اینجوری بزنی از پشت بزنه، چاقو رو بندازی بهت نخوره. ما رو چی فرض کرده جون هر کی دوست دارید. این ویدیوی بعدی. مگه میشه؟ من اصلا کرکوپاری واسم نبود، هرچی داشتم ریخت دیگه. لیزر میخوام چیکار با؟ داشت حد اقل وای میشدی بقیه رو با خودت میبردی دیگه. یعنی چی آخه؟ اوی این چجوری وایساده نیفتاده؟ بریم ویدیو بعدی. من دارم پاره میشم. این چی بود؟ مگه تو مغناطیس داری؟ مگه تو آهن ربایی؟ یعنی چی همه رو با پشتش هم گرفت؟ فکر کنم پشتش آهن رباست. اون که هیچی، اونو کشید همشونو هیچی ها. من اصلا با اون کاری ندارم. آقا رسیدیم به مرحله، ببین بازم نگاه کنیم. با اون کار دارم که اینا رو اینجوری میکشه. ببین چجوری همه رو گذاشت توی ردیف، چجوری همشونو میتونه همزمان بزنه. مگه تو چند تا دست داری؟ چند تا انگشت داری؟ 2 تا دست، هر دست 5 تا انگشت میشه 10 تا. این که 20 تا چجوری همشونو با هم میزنی؟ هرکول هم نمیتونه همشونو با هم نگه داره. آخه فشار چیه؟ دارم میمیرم اصلا دارم میرقصم از فشار. یعنی چی؟ مگه داریم؟ ببین همشون هم میزنه با هم، اصلا تکونم نمیخوره. داشتین که میزنه لگ داره دیگه، میزنه آدمو، ولی این تکونم نمیخوره. هرکول و هادی شوپان اصلا باید بیام پاشو ببوسم. یه ویدیو سمی دیگه ببینیم. این دیگه چی بود؟ این دیگه چی بود؟ یعنی چی؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟ ببین از پشت تلفن داره تیراندازی میکنه، اون طرف از تو تلفن تیرا داره در میاد. مگه میشه؟ ببین همشونم میزنه، همشونم میزنه ها، مستقیم میخوره به شخص، به نفره میخوره. مگه میشه از پشت تلفن؟ اینم اومد داخل زد به تلفنه. ببینیم تیره از اون طرف میاد بیرون یا نه. Надо проследить, откуда звонили. مگه میشه اصلا؟ یعنی چی آخه؟ مگه من هنوز نمیدونم چجوری وقتی با تلفن حرف میزنیم صدا میرسه به اون تلفن. من هنوز به این پی نبردم چجوری صدا میره میاد. این مثلا توی بعد دیگه زندگی میکنن، اینا تو بعد 4م 5م 6م 7م. اصلا نمیشه همچین چیزی. وای دهنتون سرویس. ماتریکس. اینم ماتریکس. یه فیلم ماتریکس کم داشتیم، اونو نمیتونیم هضم کنیم، قرص میخورد. حالا اینم شده ماتریکس، با دستش همه گله ها رو نگه نداشت. آقا دمتون گرم، من از همینجا نوکرتونم. آقا ببینیم چی میشه. سبحان الله. تو دیگه اصلا ماتریکس هم باید بیاد پابوس تو. بازیگری رو از
تو یاد بگیره. اصلا کارگردان فیلم ماتریکس بیاد فیلمنامه تو رو بخونه، از بازیگرای تو استفاده کنه، یه نسخه جدید بسازه، مال شما اصلیه، مال اونا تقلبی فیک، همینجوری ساختن. اینم از سینمای هندی که واقعا جا داره یه تشکر ویژه از اون نفری، از اولین نفری که اینجور فیلم ها رو راه انداخت بکنیم. آقا دمت گرم. اصلا ما رو چی حساب کرده که میخوای اینا رو باور کنیم؟ آخه چرا باید ما همچین فیلمی و همچین سمایی رو ببینیم؟ اصلا چرا تو باید بازیگر داشته باشی؟ اینا خودشون حین بازی کردن خندهشون نمیگیره؟ آقا دمتون گرم که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشید. لایک و کامنت یادتون نره. چنل منم سابسکرایب کنید. ویدیوهای قبلی هم ببینید، خیلی باحالن. کارتاشون رو میذارم همینجا و همینجا. آقا دمتون گرم، دوستتون دارم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. خدا حافظ.